TLD همون .com .info .org و مثلا .ir. بعد شما مثلا میاد چی میخرید؟ یه سایت میخرید mbc5.com. خب همینجور پله پله میاد پایین. حالا این یه رکورد بچه‌ها، یه رکورد تایپ A هست. تایپ A هست. یه رکورد توی یه DNS. اون DNS بعد این میگه که چی توش ذخیره شده؟ میگه که مثلا این mbc5.com بره به کجا؟ مثلا میگم ns1. مثلا میگم testhost.com. میگی که اطلاعات mbc5.com توی این نیم سرور، این رو توی اون DNS سرور بعد DNS اونجایی که ازش DNS خریدیم باید ست بکنیم که اطلاعات mbc5.com تو کدوم نیم سرور. این نیم سرور همونطور که هاست می‌خری بهت میده. حالا این نیم سرور دقیقاً یه DNS شبیه اینی که اینجا هست. خب منتها اطلاعات دومینوی خودش رو نگه می‌داره، نه اطلاعات کسی دیگه. بعد شما اینجا میاد چیکار می‌کنی؟ مثلا میگم توی این نیم سرور، یعنی تو هاست خودت میاد تنظیمات می‌کنی. مثلا میگم میاد نگهداری می‌کنی، میگی که مثلا mail.mbc5.com خب این بایند بشه به چه صفحه، مثلا چه آدرسی، یا مثلا میگم چه میدونم ایمیل بود مثلا، یا www. مثلا mbc5.com بایند شه به چه آدرسی. خب تمام اینها رو دیگه شما تو خود سرورت داری. یا اینکه مثلا بگم چی این mbc5.com اینجا گفتی که توی سرور خودت ست شده، مثلا میگم به آدرس چی، یه هاستی خریدی به نام همین اسم دیگه، به نام mbc5.com بسش. این تمام. حالا این میل رو ندارم، مثلا این میل رو خوبه. خب این رو یه تنظیم میکنی، مثلا میگم باشه چی، یا مثلا به جایی که میل باشه تا ملموس‌تر باشه برای شما، میخوای سایت های فارسی انگلیسی رو جدا کنی، میای میگی fa.mbc5.com. این بعد تو DNS تنظیم میکنی که این به کجا بایند بشه؟ به mbc5.com/fa مثلا. اینجوری آدرس ها رو مشخص میکنی که چه چیزی به چه آدرسی بایند بشه. و البته اون چیزی که شما اینجا میبینی این هستا تو هاست میبینی، ولی در واقع هر نیمی باید به یه آی پی نیم سرور کارش اینه دیگه، ریزالو کردن نیم به آی پی. ولی خب چیزی که شما داری توی هاسته به این شکله. پس باید آدرس نیم سرورتون، نیم سرور هاستتون بیارید توی نیم سرور DNS ثبت کنید و بعد تنظیمات هاستتون توی تنظیمات DNS تو خود هاستت انجام بدید. سوال جواب گرفتید؟ خب اگه هنوز مشکلی هست بگو که من